توی قسمت قبل ما قطعات رو جایگذاری کردیم، قطعاتی که برای علائم اختصاریامون پارتاشو نامگذاری کردیم و بعد آوردیم روی CD کارمون، اینا رو جایگذاری کردیم. روی در تابلو هم ما 2 تا قطعه داشتیم به اسم استارت و استاپ. الان میریم اون کار رو انجام میدیم، میچینیمشون. من در تابلو رو انتخاب میکنم، بعد با یه درگ کردن اینا رو بیارم. چیزی که از من میخواد پارت نامبر رو داره به من نشون میده، زاویه چرخش قطعه رو به من نشون میده. مثلا وریدش اگه 1 باشه منظور همون حالت A، اگه 2 باشه حالت B و همین به ترتیب میره جلو. ابعاد قطعه‌مون رو داره نشون میده که چه ابعادی داره و عمقش رو از ما میخواد از سطح تابلو چقدر بیرون زدگی داشته باشه. من الان اینو 5 میلیمتر انتخاب میکنم و به موس من وصل میشه. بریم جایگذاریش میکنم. استوپ هم همین کارو میکنم. اینم عمق انجامش میدم. خب اگه جایگذاریش دقیق تر باشه بیام به این روش توی سطح تابلو قرار میدیم. خب اگه زاویه رو بچرخونیم مشخصه که 5 میلیمتر عمق براش در نظر گرفت. خب حالا کاری که نیاز انجام بدیم اینه که بریم سراغ سیمکشی ها و وایرینگمون. کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که توی محیط 2 بعدی ما میتونیم بیایم سیمکشی ها رو انجام بدیم. یعنی در واقع برای سیما یه شماره‌ای مشخص کنیم که بتونه سیمکشی طبق اون شماره ها انجام بشه. در واقع شماره هایی که روی سیما قرار میگیره اینجا مشخص میشن که به چه شکل. هم از روش 3 بعدی میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی بیایم بگیم که تو محیط 3 بعدی شماره برای سیما مشخص کنیم. هم اینکه توی 2 بعدی میتونیم این کار رو انجام بدیم. توی محیط شماتیک من میام تو محیط شماتیک، بربرگ کانکشن رو انتخاب میکنم و روی پیج کلیک میکنم، صفحه که قراره شماره گذاری بشه برای سیما، و پلیس دیفینیشن پوینتس رو انتخاب میکنم برای اینکه یه سری تنظیمات نیاز اینجا ما انجام بدیم. این حالت ستینگ رو روی همون دیفالت میذارم و این 3 نقطه کنار رو میذارم. اینجا به من یه اسم لایبرری رو داره میده. این اسم رو میتونم بذارم باشه یا هر اسم دیگه میتونم تغییر بدم. شکل گرافیکی که استفاده میشه برای علامت گذاری سیما اینجا میشه تغییرش داد، ولی چون به طور مرسومه که از CDP استفاده میشه تو اکثر نقشه ها، اینو رو حالت CDP میذارم و اوکی میکنم. قسمت پایین نامبر آف پلیسمنت هم به من میگه که میخوای ترتیب شماره گذاری ها به چه شکل باشه. من میگم که به ازای هر قطعه در واقع شما یه واحد شماره رو تغییر بده. برای این روی حالت 1 per connection میذارمش و اوکی رو دوباره اوکی رو میزنم. اینجا نقاطی که قرار شماره گذاری بشه رو به من میده. خب برای که بتونیم شماره بهش اختصاص بدیم میام تو اینتر دستینیشن روش کلیک میکنم. اینجا واحد شماره ها رو مثلا من میگم میخوام از عدد 20 شروع شه و 1 واحد به شماره بعدی
1 عدد اضافه بشه. خب این رو اگه اوکیش بکنم، خب تو قسمت اووررایت هم اینه که میگه که شما میخوای همه شماره هایی که گذاشتی طبق این قانون جلو بره، یا اینکه اونایی که فقط دستی ست شدن. میگم همه رو تغییر بده. وقتی اوکی کنم یه پیشنمایشی از اون کاری که قراره برای ما انجام بده، شماره گذاری رو به صورت اتوماتیک بذاره رو به ما نشون میده. اینجا میتونم دستی تغییرشون بدم، ولی خب چون من روش اتوماتیک رو انتخاب کردم بهتره که با همون روش برم جلو. اوکی میزنم و من شماره ها رو مشخص. خب حالا توی محیط سه‌بعدی میخوایم کار وایرینگ رو انجام بدیم. کاری که من اینجا انجام میدم، میام روی لایت اسپیس کلیک میکنم، پنل رو انتخاب میکنم، میگم که توی قسمت سربرگ ادیت برای من این رو روت کن، یعنی ارتباط بین دو قطعات رو شما ترسیم کن. این میاد یه خطایی میکشه که نشون دهنده ارتباط بین قطعات در طریق سیمه. خب ولی چون سیمی ما براش تعریف نکردیم، فقط ارتباط ها رو الان اینجا تعریف کردیم، اون ارتباط ها رو به من نشون میده. مثلا فرض کلید اسکیپ رو اگه بزنم نشون میده که ترمینال MP به خوبی به قسمت نول کنتاکتور وصل شد. خب که موصولش کردم به K1 وصل شده به شماتیک بود. خب حالا من میتونم اینجا بیام بهش سیم اختصاص بدم، یعنی من باید بیام به پارت نامبر مشخص کنم که چه پارت نامبری برای این سیم هست. اگه دبل کلیک کنم روش، اینجا پرپرتیزش میاره که تو قسمت پارت نامبر من مثلا میتونم یه سیم به رنگ آبی سایز 1:1.5 اختصاص بدم که اختصار رنگارم به این شکل گذاشته، مثلا بلو، آبی، بلک، مشکی، به همین ترتیب اختصارا رو گذاشته و سایزشون. الان من سایز 1:1.5 آبی رو انتخاب کردم برای سیم نولمون. اگه من اوکی رو بزنم و این قسمت برای من سیم 1:1.5 آبی رو ترسیم میده. خب این روشی میشه که از طریق محیط سه‌بعدی. ولی تو محیط دوبعدی هم میتونم بیام مشخص کنم. اینجا با اون سیمی که اختصاص دادیم، اینجا طولش هم به ما گفته، شماره سیم هم به ما گفته. روی محیط سه‌بعدی هم اگر روی سیم آبی کلیک کنم، قسمت کانکشن شماره سیم رو به من گفته، رنگش رو گفته، سایزش رو گفته، اینا میشه دستی هم تغییرش شده. اگه اوکی بزنم بیام تو محیط شماتیک، از طریق شماتیک هم میتونم سیم اختصاص بدم به در واقع اون خطوطی که روت برای ما انجام بده. من الان اگه دبل کلیک کنم روی این قسمت، ببینید شماره سیم، طبق اون شماره سیم اگه بیام پارت نامبر بهش اختصاص بدم، میتونم بیام رو سایز 1:1.5 مشکی رو این قسمت اختصاص بدم و اوکی بزنم. خب اینجا مسافت سیم رو داریم، سایزش رو داریم و رنگش و شماره سیم. خب اگه بیام توی محیط سه‌بعدی تو قسمت کانکشن آپدیت رو بزنم، اینجا اون سیم مشکی که اختصاص داده بودم به اون لاین برای من ترسیم شده. برای تمام سیما به همین شکل میشه به صورت دستی پارت نامبر تعریف کرد طبق شماره هایی که قرار دادیم تو. خب اینجا بازم مشکی